سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به کانال نتورک هادی. امروز هم یه آموزش لینوکسی دیگه داریم براتون. خب برای این منظور لینوکس اوبونتو رو انتخاب کردم که قبلا نصب کردیم. میتونید آموزشش رو اینجا لینکشو میذارم، حتما ببینید. لاگین میکنیم. خب ما ترمینالمون رو باز میکنیم. اول باید یک پکیج توش نصب بکنیم. خب قبل از اون میخوام یه توضیح بدم. ما با دستور ls آشنا هستیم. ls تقریبا دستور ls لیست میگیره که خیلی کامندهای مختلفی هم داره، مثل ls-a. خب حالا میخوام با دستور sl آشنا بشیم. قبلش باید این پکیج رو نصب بکنیم. سودو میزنیم apt install sl مخففه. حالا پسورد رو میزنیم. مخفف استیم لوکوموتیو است، همون قطار دودیایی که قدیم بود. ماکسیمایز میکنیم. خب خیلی از برنامه‌نویسا و کسایی که تو لینوکس شل اسکریپتینگ کار میکنن بعضی موقع ها به جای ls sl میزنن و این باعث میشه که خطا داشته باشن توی اجرای دستوراتشون. برای همین اونا به فکر افتادن که بیان یک پکیج درست کنن به اسم sl و خیلی جالبه. حالا که sl بزنیم این قطار دودیه شروع میکنه به توی ترمینالمون اجرا شدن. با این کاراکترها ساخته شده، کاراکتر اسکی ساخته شده و اگه یک من از sl بگیریم اینم شامل دستوراتشه. حالا اگه چند تا از دستورات مهمش رو بخوام بهتون بگم، sl-a اینجا که میبینید help کلمه help میاد. یا اگه sl-f بزرگ بزنیم از پایین کم کم به سمت بالا حرکت میکنه. و اگه sl-ll رو بزنیم شکلش عوض شد، قطار مسافری شد. و به عنوان آخرین sl-e رو که بزنیم خب اینم یه ترفند لینوکسی بود. میتونین این sl رو نصب بکنید و با پارامترهای مختلفش شروع به کار کنید و لذت ببرید. ممنون. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.